تو ویدیو قبلی گفتیم کیومرث چقدر خفن و جذاب بوده و خیلی همه چی آروم بوده و یه طوفانی اومد همه چی رو به هم ریخت. امروز هم قرار راجع به اون طوفانه براتون بگم. قبل از اینکه اون طوفانه رو بگم بذاریم پسر کیومرث هم بهتون معرفی کنم. سیامک یا پسر شجاع، توانا، خوشگل، خوشچهره، جذاب و مثل پدرش هم دنبال ساختن دنیا بوده. کیومرث هم خیلی سیامک رو واقعا دوست داشته و همیشه نگرانش بوده که این هیچ وقت آسیب بهش نرسه. اینا دوتایی با هم دیگه تو اون کوه زندگی میکردن و هر جفتشون هم خیلی محترم بودن. این آرامش هم اینجوری ادامه داشت تا اینکه یکی یه جایی یه فشاری بهش میاد. اهریمن که یه موجود بسیار پلید و شروری بود، از اون حسادت و نفرتی که داشتش نمیتونست تحمل کنه این خوشی که اونا دارن. برای همین یه نقشه‌ای کشید که هم سیامک رو از بین ببره و همین که بره خودش رو روی تخت پادشاهی بذاره و روی اون جهان کلاً حکومت کنه. حالا اهریمن هم که تنها نبوده، اون یه دونه دیو سیاه وحشی بزرگ داشت که پسرش بود که بسیار هم خبیث و شرور بود. این پسره یه لشکری داشت از یه عالم موجود عجیب غریب ترسناک که با این لشکر هر جا میرفت همه به خودشون میترسیدن و اینا همه رو نابود میکردن. این دیوه بلند شد گفت من شهر رو به هم میریزم و لشکرکشی کرد سمت سیامک. از اینجا تازه ماجرا داره جدی میشه و من تو ویدیوی بعدی براتون اینی که چجوری سیامک خبردار میشه، اینا چجوری با هم دیگه گلاویز میشن و اینا رو میگم.